این نوار 13 ینور سال 2024 برداشته شده است. این کران برای بالا برداشتن مالهای ساختمانی پیش بینی گردیده است. اما در این نوار با آسانی دیدن ممکن است که ساختمانچیان را به واسطه کران باربردار از آشیانه دهم به پایان می‌فرارند. این حالت باشد 14 ینور سال 2024 در یک از ساختمان‌های خیابان نعمت قره‌بایی دوشنبه برداشته شده است. به واسطه کران کارگران را به بالای بینای 16 آشیانه می‌برند. اگر این تسمه کنده شود، این کارگران از بلندی 50 متر به زمین می‌افتند. به گمان است که زنده مانند. این نوار را کاربران رادیوی آزادی آخر ماه نوامبر سال 2023 فرستاده بودند. مؤلف نوار گفته بود آن در یک از ساختمان‌های شرکت کامل 2010 ثبت شده است. این شرکت به پسر بیکسبور رئیس خدمات علاقه تعلق دارد. روز 25 نوامبر سال گذشته یک بیناکار 21 ساله از آشیانه 18 این ساختمان در شهر کولاب به زمین افتاده جان باخت. دادستانی از آغاز تحقیق حادثه خبر داد، اما دیگر معلوم نشد که گناهکاران جزا گرفتند یا نه. مسئله بی‌خطری در ساختمان‌ها در نشست خبری کمیته ساختمان هم صدا داد. رهبر این نهاد نقض قاعده‌های بی‌خطری در بنیاد خانه‌ها را تصدیق کرد، اما از یگان شرکت نام نبرد. ساختمانچی‌هایی هستند که همین چیزا مد نظر میکنن، از روی وجدان کار نمیکنن، سدکار میگیرن، هر تامین نمیکنن، فقط میشود گفته میگذارن، یک فکر نمیکنن که همینجا شرمندان ما کار فعالیت میکنن. سالهای اخیر بازار ساختمان و خانه فروشی در تاجیکستان به خصوص در دوشنبه گرم است. به اطلاع رسمی سال 2023 در کشور زیاد از 1.7 میلیون متر مربع منزل ساخته شده است. این آمار نظر به یک سال پیش 2% زیاد بوده است. اما یک مشاهده عادی سریراهی کافی است که ببینی در برخی از ساختمان‌های دوشنبه قاعده‌های بی‌خطری رعایت نمی‌شوند. از روی قاعده‌های بی‌خطری باید نزدیک این ساختمان دیوارکشی و بالای آن با تونوکه پوشانده شود تا چیزی از بالا برای رهگذران نافتد. یا در این ساختمان در خیابان سعدی شیرازی دوشنبه برای به سر راهگذران چیزی نافتادن چاره ناندیشیدن. سال 2021 یک جوان در دوشنبه از نزد ساختمان شرکت یاقوت 2000 می‌گذشت که آهنپاره از بالا افتاده او را مجروح کرده بود. بحث تا دادگاه رسید. متخصصان رعایت کردن قاعده‌های زیرین را در ساختمان‌ها حتمی می‌دانند. هنگام ساختمان بناهای استقامتی در شهر سیمتورهای مخصوص گذاشته می شود که هنگام کارهای ساختمانی مبادا یگان آلات‌های استفاده شونده، یگان تکنیک کاری، یگان موادها یا که اشیا مسائل ساختمان بر کنار راه نافتد. در تاجیکستان بار اول نیست که بناکاران هنگام کار از بی احتیاطی و یا سبب‌های گوناگون افتاده جان می‌دهند و یا مجروح می‌شوند. نه همه این حادثه‌ها تحقیق و نه همیشه مسئولان مجازات می‌شوند. مولا رجب یوسفی، امیر ایسایف، آزادی، دوشنبه.